عزیز، اینک من رو محسا باز در برنامه دوست داشته شما نوشین هستم. من کوشش میکنم که در هر برنامه ها با شما یک معجزه نو را پیشنهاد کنم. امروز باشد به شما یک کاری نو را میآموزانم. با ما باشد، خیلی جالب است. اینک شروع میکنم. من از تخم به شما یک معجزه خیلی زیبا را آماده میکنم. خیلی آسانک و عجیب است. اول من طرز رنگ کردن تخم ها را به شما گفته میدهم. به ما تخم آبپز شده لازم است. اول آب را جوشانده رنگ میاندازیم. تخم های آبپز شده را در آبی رنگ شده 10 دقیقه نگاه میداریم. بعد 10 دقیقه میبینیم که تخم همین خیل رنگ گرفته است. شما میتوانید از چند رنگ استفاده برید. من داشتم از 4 رنگ استفاده بردم: سبز، سرخ، سفید، زرد. اگر چنین تخم ها را رنگ کنیم خیلی زیبا می نماید. حالا کارمان تمام نشده است. کار ما حالا دوام دارد. من تخم ها را با نگین های مخصوص آرام می دهم. برای چسباندن نگین ها به ما شیرش مخصوص لازم است. با فکرم که چنین شیرش به همه شما آشنا هست. من کارم را شروع میکنم. شما با دقت تماشا کنید. شیرش را گرفته اول به تخم میچسبانم. باز دیگرش را میچسبانم. شما میتوانید از هر نمود قندک ها هم استفاده برید. مهم آرایش است. شما میتوانید از فانتزی خود استفاده برید. ببینید دوستان چه زیبا شد. یک تخمک ما آماده شد. با آن همین طرز من باز دیگرهایش را آرام میدهم. اکنون من باز دومش را شروع میکنم. شما میتوانید این تخمک ها را در روز زادروز و یا عیدها استفاده برید. برای آرایش دسترخوان خیلی زیبا می نماید. همین خیل آماده میکنم. اینش دخترکش، اینش خواهرکش. بینید چه زیبا شد. سراسیمه نشوید دوستان. من باز یک چند آرایش دیگر رو میدونم. اکنون به من رنگی سرخ لازم است. اکنون نگین های آرایشی رو میچسبونم. این رو هم با شیرش مخصوص. همین خیل نگین ها را برای تخم یک میگذارم. بینید چه خیلی زیبا شده ایستاده است. اکنون میگذارم به عمل دیگر. همینطور اکنون شیرش ها را آماده میکنم. بعد نگین ها را میچسبانم. من همین خیلی گلچه ها را انتخاب کردم. اینها هم خیلی زیبا می نمایند. و فکرم که برای این تخم 2 گلچه کفایه است. میگذارم به دیگر تخم. اکنون دیگرش را میکنم. اینش رو هم تیار کردم. بینید زیبا شد. اکنون با من تخم سفید لازم شد برای نگین ها را چسباندن.
شما میتونید از دلخواه نگین استفاده برید. من نگینه ها را خیلی دوست می‌دارم برای آنکه آنها زیبا می‌نمایند. شما هم بیشتر از نگینه ها استفاده برید، خیلی زیبا می‌شوند. وای بینید چه خیلی زیبا شد، دل را می‌دهد. اگر خواهید پورتر کنید شما. چقدر که نگین ها زیاد باشد همون قدر زیبا می نماید. از اینش من قدک های دیلک را استفاده می برم. دیلک های هم زیبا می نمایند. من این کار را از اپم آموختم. اپای من خیلی نقش و نگار را دوست می دارد. اینش هم خیلی زیبا می نماید. اکنون می گذارم به دیگر عمل. برای اینش هم نگین ها را استفاده می برم. کوشش کنید که در شیرش دستتون نچسبد. انا اینطور یک میچسبانم. بینید اینش هم خیلی زیبا شده ایستاده است. شما میتوانید پورتر نمایید. فکر میکنم که برای من کفایه است. اکنون من از چسبک های مخصوصی رسمدار استفاده میبرم. اینها هم برای تخم خیلی زیبایی میدهند. اکنون این را برای تخم میچسبانم. این رسم ها برای خود مخصوص شیرش دارند. انا همینطور. اکنون من باز دیگرش را برای تخم میچسبانم. اینش هم خیلی زیبا است. انا اینش هم آماده شد. اکنون دهانش را میچسبانم. اکنون چشمهایش را دیگرش را میچسبانم. آماده شد. آخرا تخم را آماده میکنم. اکنون تخم های ما آماده شد. بینید خیلی زیبا شدن. دوستان عزیز، عمل امروزه ما به انجام رسید. فکر میکنم که به شما پسند آمد. حتما این عمل را استفاده برید. دسترخوان ایدانه خود را همینطور آن را دهید. اکنون من درباره تخم به شما معلومات میدم. با دقت گوش کنید. تخم یکی از غذاهای نهایت مهم و به‌بها است و ترکیب آن از موادهای فعال و مهمی حیاتی زیاد میباشد. هنگام شکستن پوست بالای آن ما میبینیم که داخل آن از سفیدی و زردی عبارت است. سفیدی داخل تخم 60% و زردیش 40% را تشکیل میکند. سفیدی تخم از امینوکیسلوت‌ها بای است. تخم باز منبع ویتامین ها می باشد. در ترکیب آن ویتامین های B12، فسفر، آهن، اینچنین کلسیم وجود دارد. در زردی تخم نیز
سفیده‌های زیادند. زردی آن برای تهیه کاری حجیره‌ها نقش مهم را می‌بازد و برای بیماری‌های عصب، جگر دوا بخش میباشد. زیاد استعمال کردن آن برای سلامتی خوب نیست. در یک شبانه روز یک دانه تخم معیار شده است. به شما معلومات ها پسند آمد؟ استعمال یک دانه تخم برای ما و شما کفایه است. شما میتوانید در یک روز یک بار استعمال کنید. خوب دوستان، وقت جدا نمونده ما به انجام رسید. کسانی که میخواهد در برنامه ما اشتراک کنند مرحمت به تلویزیون بهارستان. ما شما را انتظار هستیم. خیر دوستان، تا برنامه های آینده.